با این ترتیب صدوشتکی بختیار کومیلوف بلند گردید و بازی دستای سراوشان و پرواز در دایره رقابت‌های دور 12 لیگ اولی. اکنون امکانیت برای دسته سراوشان پیدا می شود. فرصت ضربه‌زنی اینجا الکساندر موخی نمیده سراوشان رو ادامه دهد و اون رو خفتناک‌تر کند. بازم توپ در دایره بازیکن دسته سراوشان جهانگیر سفر پس با داخل جریمه گل فرصت برای دسته سراوشان پیدا می شود. جهانگیر سفرف دیگر برو بازی زوده توپ رو پاس میده ادرسول با داخل جریمه گل و قریب بود که یک خود گل رو ما در همین حالت میدیدیم. یک پس سمت منیر دولتبکov بود ارسال با داخل جریمه گل اکنون امکانیت و دوان دانیل کویکو در اسدبek زیوزاده ارسال با سمت امیربek فیضیف ضربه با سمت دروازه بود سعیدشو بوزورов ضربه با سمت دروازه و گل چگونه گل زیبا میزند سعیدشو بوزورov از ضربه جریمه‌ای و خیلی استادانه این ضربه را اجرا کرد سعیدشو بوزورov در دقیقه 29 رقابت. هیچ کس گمان نداشت که از همین موقع سعیدشو بوزورov با سمت دروازه ضربه میزند. موقع که اون رو مشاهده کرد بازیگر رقم 77 دستای سراوشان ضربه و گل امیربek جومایف که در دقیقه 31 حساب باز برابر می شود. پرتاب از اوت صورت گرفت با داخل جریمه گل و ارسال خود دیلووا شریف زاده بود. بس جریمه گل بود که نوبت را شریف زاده برطرف کرد. یک ضربه دیگر خیلی دور میکند و چگونه سرعت بلند هم دارد. دوان دانیل کویکو با سمت جریمه گل میاد با نزدیک میشود داخل میشود. نظیر بازی مصطفی اسلامov و کمیسر رقابت جمشید اسرائیل زاده تو با سمت پیش روان کرده میشود. امکانیت برای دسته پرواز ضربه با سمت دروازه ضربه دولتبکov با سمت دروازه و بازیکن دسته پرواز توپ را میگیرند. بازم توپ با بازیکن دسته سراوشان حمله نوبتی میتواند تشکیل و شبانه ایم با تو برکت کرده شده است و جریمه گل وارد میشود. ضربه با سمت دروازه اما راست با سمت دروازه راست با سمت در نزد توپ بوبور قاسیموف ارسال با داخل جریمه گل امکانیت برای بازیگران دسته سراوشان و غلبه و یک بخت دیگر رو بقای گرفت. پرتاب به سمت جریمه گل اینجا امکانیت برای دسته سراوشان و اشاره میکند بازیگران. دوم حمله دسته سراوشان توسط مارادونا سفرف ضربه رو انجام میدهد. ضربه با سمت دروازه و تو برگشت جهانگیر سفرف و نتوانست آن را درست اداره کند. به هر حال بازیگر دیگری دسته سراوشان توپ را پرتاب میکند. سلطانبek فاضلov امکانیت برای دسته سراوشان ضربه و دفاعگر در موقع خود سوار بود اسماعیل جان آخوندجانov و این حالت را برطرف کرد. موج نوی حمله بازم ضربه جهانگیر سفرف و بازم تو برگردانده می شود. پرتاب با داخل جریمه گل و توپ راست به سمت دست متوجه می شویم که با صورت خیلی بلند اینجا تشکیل کرده می شود. پس به خط حمله امکانیت برای سلطانبek فاضلov ضربه به سمت دروازه و چگونه این امکانیت را بازیگران دسته سراوشان استفاده نمیبرند. این امکانیت را موفق نمی شود که استفاده برد. مخصوصا نمای خوب دروازه‌بان بود که پس به خط حمله الکساندر موخی به هجوم پیوست می شود. بهترین امکانیت برای دسته پرواز و این چگونه ضربه بود. و با این ترتیب بختیار کومیلوف صدای هشتک خود را بلند کرد. چگونه که در بالا هم اشاره کردیم این تیم ها موقع خود را در جدول نگاه می‌دارند. با همین گزارش مستقیما نیز به انجام رسید.